خبرگزاری بیلتا از مینسک گزارش می‌دهد که الکساندر لوکاشنکو سوگند یاد کرده رسما دور ششم ریاست جمهوریش را آغاز کرد. مراسم سوگند یادکنی او در یک حالت پنهانی برگزار گشت. روز چهارشنبه مردم و رسانه‌های خبری بر پایه بعض شهادت‌ها از جمله بسته بودن شاهراه مرکزی مینسک در سمت قصر استقلال و عبور کاروان ماشین‌های لوکاشنکو درک نمودند که مراسم سوگند یادکنی دایر می شود. به قول خبرگزاری بیلتا، لوکاشنکو به زبان بلاروسی سوگند یاد کرده و سپس گفت که این روز پیروزی است. ما نه تنها پرزیدنت کشور انتخاب کردیم، ما ارزش‌هایمان، حیات آسایشته و صاحب استقلالیمان را حمایت نمودیم و حالا وظیفه زیادی هم در پیش ایستاده است. قبلا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ژوزپ بوریل گفته بود که این اتحاد لوکاشنکو را همچون پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کند.